سلام بچه ها، اومدیم با یه ویدیو جدید. چه سهی اومدم. بله اومدیم با یه ویدیو جدید. 8 خان دوباره دومین ویدیو بعد از 1 سال. همونجور که تو ویدیو قبلی هم گفتم قرار آپدیت بده و خیلی هیجان داریم ما ببینیم چی کارا قرار بکنیم، چه کارتایی میاره، چه چیزای جدیدی میاره به بازی. خیلی باید کارا قشنگ در بیاره بعد از این همه مدت که بازی هیچ کار نکرده. خیلی ما هم هیجان داریم. دو تا گیم پلی، یه گیم پلی با باد سوار رفتم، گیم پلی دوم حالا خودتون میبینید بعدا. باد سوار رو اینجا یه ذره من ترکیبش شد دستکاری کردیم، اوکی کردیم ببینیم چی کم داره چی اینجوریه، دیدیم اوکیه، ذخیره کردیم رفتیم بریم حریفمون رو پیدا کنیم، جستجوی حریف. ببینیم حریفمون کیه. حالا در جستجوی حریف بعد داهاک یا همون افسونگر فرمانده خیلی خوبیه، اگه ترکیبش رو داشته باشین خیلی خوبه فرمانده. حالا ببینیم بازی رو ببینیم. 12,000 بود قدرت ارتش، بعد قوی باشه حریفمون. همین اول بازی یه دونه سربار، همینش بده جلوی کارتو میگیره، خیلی قلق میخواد و سر همین من خیلی باد سوار حال نمی کنم، به قولی دوست ندارم باش پلی بدم. جا آینه باران، چراغ سایه، اوه 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 اوه، چراغ سایه خیلی به موقع زد. شب رو بذاریم. خب اینجا ببینیم حریف چی کار میکنه. تنها کاری که میتونه بکنه این که فرماندن بزنه دیگه، کاری چون کارت مخفیه کاری نمیتونه بکنه. یه جانکش هم زد، جانکشون نیست اونجا بزنه، نظرم من خودم بودم نمیزدم، شاید منطقی پشتشه. یه زنجیر نفرت اینجا با شب رو میزنم دفاعیشو. نوبت بدیم بره ببینیم چی میاره برام. یه دفاعی یه دونم باداور، درسته. اینجا خیلی کارت ها مچ بودن با هم، نمیدونستم چی آخد، هر چی میذاشتن هیچ فرقی نداشت برام. همین اینجا دیگه دست من افتاده بود بازی، یعنی فکر میکردم دست من افتاده ولی بعدش یه حرکت زد خودم موندم اصلا چیکار کرد. درستی میدگارد خیلی به درد خورد اینجا، کار در برد میدگارد دیگه. اینجا سافورانشو الان نمیاست بزنه ولی خب مجبور بود بزنه، مشکلش همین بود. الان اومد همین شاروکه زد دهنمانو سرویس کرد، خیلی بدجور بود. من باختم این دستو ولی خب من یکیش باختم چون کارت نداشتم بکشم، یکی باختم چون هی سربار میشد هی جلوی ما رو میگرفت. نگاه حتی الان من این دست سربار داشت انرژیامو، حتی دست بعدم سربارن انرژیام، خیلی بدجوره اصلا. حالا اینجا دوست کارت برام کشید ولی کارت خیلی به درد بخوری نبود. پوریاسی دفاعی دیگه تنها کاری که میشد کرد. باختیم بازی و دیگه دمش هم گرم، قشنگ پلی داد. 12,000 قدرت ارتش بود، خیلی قشنگ بود. حالا این دست رو گفتیم ما بریم با داهاک ببینیم چجوره این.
اینجا هم ترکیبشو چیدم، ترکیبش آماده نبود، چیدم کات زدم براتون، خیلی طولانی شد. از جستجوی حریف چی میفته با همون؟ خب بله، دقیقا برعکس دست قبل افتاد. عجیبه. این دست قبل من باد سوار بودم، حریفم داهاک بود. اما دقیقا همون برعکس، من داهاکم، حریفم باد سواره. پروفه شده یعنی اوه قدرت و ارتشونه نگاه چیکار کردی با خودت دادش. خدا فقط وایساده کارت جمع کرده، انقدر هم نیاز نیست دیگه. 10,000 برسه قدرت ارتش دیگه تقریبا همه کارت ها رو داریم. به خدا من فکر کنم 10,000 11,000 فکر کنم قدرت ارتش دیگه. من همه کارت ها رو دارم، یعنی حداقل یه دونه کارت از هر کارتی دارم. این که 20,000 قدرت ارتش از قرمز هم 2-3 تا داره. خیلی دیگه بالای تو دادش. یه آمشا بذاریم، آمشا که میاد دیگه نمیره از تو زمین، این همیشه هسته تو زمین، ول نمیکنه طرفو. اینجا یه پتک خورشید بزنیم. بله درست گفتم، یادم نبود چی زدم. درست گفتم، چون بهترین کار همین بود دیگه، پتک خورشید بود. اونو الان نمیست بزن، میخواست احضار رو بیاره که اونو زد. درسته. اینجا بازی خیلی قشنگی شدیم. میدونی داهاک هم خیلی خودش جون خودشو کم میکنه، خون خودشو کم میکنه، هم یه سری کارتا داره که بتونه همونو اضاف کنه بیاره بالا. و این متضاده خیلی قشنگه، این پارادوکس خیلی قشنگه، کارو در میاره یه جوری. زد گرگون ما رو، یه کارتم گذاشت. اینجا میخواستم با جادوی ممنوع بزنم، ببین اینجا رو دقت کنین، گفتم این به کارم میاد. یه حرکت دیگه زدم، خیلی تمیز در اومد کار. زدم رو آمشا، یه جانکش هم انداختم، هیچ کارتی از همون کم نشد. خیلی اینجا خدای خودم قشنگ جمع کردم. یه اشوین. بعضی وقتا بچه من اسما رو یادم میره، اسم کارت ها رو، چون بعد از 1 سال اومدم دیگه. اگر چیزی رو اشتباه گفتم ببخشید شما. یه احضار زدیم اینجا. این هوشبر رو فکر کنم هوشبر بود اسمش، آره هوشبر بود. هوشبر رو زدیم اینجا، انرژی کارت همون هم کم شد، خیلی به درد خورد هوشبر دیگه. الان بازی دست من بود، زمین من پر بود یه جورایی. یه روز خودش میدونه این هوشبره بد کار میکنه، زد اول رو هوشبره. بله یه اهران انداختیم، اهرانه خیلی کمک کرد، اون اهریمن‌ها رو قدرت ضربه‌شون رو بیشتر میکنه. اینجا من نمیدونم چرا آمشا رو نزدم، آمشا رو میزدم بهتر بود رو اون، نمیدونم اشتباه کردم چی شد. آره اشتباه کردم، آمشا رو نزدم، آمشا رو میزدم حتی این وحشت سازم بیشتر قدرت ضربه میگرفت. یه تشتیق فکر کنم اسمش بود، آره درسته تشتیق، اومد زمینشو پر کرد. من زدم یه خون شیطان، این خون شیطان کارو برام در آورد. خیلی این به موقع بود، اگه این خون شیطان نبود شاید اون میزد بازیو، کارو جمع میکرد. این هم زدیم، این هم گیم پلی دوم، یعنی دقیقا برعکس هم بودن گیم پلی اول دوم. خب دیگه بچه این هم گیم پلی امروز. منتظر ویدیوهای بهتر و بیشتر باشین و امیدوارم همیشه خوشحال بوده باشید و باشید. یا علی.